ژاپن، سرزمینی آرام با چهره‌ای مدرن، اما تو دل این آرامش رازهایی پنهان شده که حتی خیلی از مردمش هم از اون بیخبرن. از جشن‌های عجیب و غریب تا آیین‌هایی که فقط تو نیمه شب اجرا میشن و افسانه‌هایی که اگه درباره‌شون حرف بزنی ممکنه جونتو از دست بدی. تو این ویدیو وارد ژاپنی میشیم که تو نقشه ها نیست، جایی که ترس بخشی از فرهنگه. آماده ای؟ چون بعد از دیدن این ویدیو نوع نگاهت به ژاپن تغییر میکنه. فرض کن توی قرعه کشی برنده شدی و جایزش هم یه سفر 2 روزه به ژاپنه. با خودت میگی چه خوب، برم ژاپن خوش بگذرونم، غافل از این که نمیدونی چه اتفاق دردناکی میخواد برات بیفته. تو ژاپن فشار کاری خیلی بالاست و خیلی از کارمندا ساعتهای طولانی بدون استراحت کار میکنن. جالبه بدونید یه اصطلاح هست به اسم کاروشی که به معنی مرگ بر اثر کار زیاده که تو گزارش‌های رسمی هم ثبت شده. اما چرا انقدر کار زیاد؟ برای فشار روانی، نبود تعادل کار و زندگی، ترس از ترک محل کار زودتر از بقیه. این روند باعث افسردگی، سکته قلبی و حتی خودکشی تو یک سری از موارد شده. اصطلاح هیکوکومری به افرادی گفته میشه که خودشونو ماه‌ها یا حتی سالها تو خونه حبس میکنن و هیچ ارتباطی با جامعه ندارن. این پدیده میون جوونا حتی بزرگسالا رو به افزایشه. از دلایلش هم میشه به فشار اجتماعی، اضطراب، شکست در تحصیل یا کار و نبود روابط انسانی گرم اشاره کرد. حتی خود دولت ژاپن تخمین زده که صدها هزار نفر تو این وضعیت زندگی میکنن. عجیب اما واقعی. عدد 4 تو ژاپن شبیه به واژه مرگ تلفظ میشه. خیلی از ساختمونا طبقه 4 ندارن و هدیه ها تو مجموعه های 3 یا 5 تایی فروخته میشن. این باور فرهنگی نشون دهنده تأثیر عمیق خرافات بر زندگی روزمره است. شاید باور نکنین ولی تعداد حیوانات خانگی تو ژاپن از تعداد کودکان بیشتره. این نشونه ای از تغییر سبک زندگی و کاهش تمایل به فرزندآوریه. اما نکته پایانی، تو ژاپن میتونی توی یک کپسول بخوابی. این هتل ها اتاقایی به اندازه 1 تخت دارن با تهویه تلویزیون و نورپردازی. طراحیشون برای کارمندانی بوده که تا دیر وقت کار میکردن و نمیتونستن به خونه برگردن.